الله تعالی میگه یک بار به نفس‌های خودتان نگاه نمی‌کنید چگونه ما شما را آفرید. ببینید این اعضاهای داخلی انسان را، هر یک اون اعضاها چی وظیفه‌ها را اجرا می‌کنند. یکی اون اعضاها اگر از وظیفه‌اش باز است چه حادثه‌ها روی می‌دهد. به قدرت الله تعالی، به این خواست زیبای الله تعالی، و فی انفسکم افلا تبصرون، یا مراتب به همین نفستان نگاه نمی‌کنید. یک بار در آینه خودتان را ببینید، یک بار با تأمل نگاه کنید که الله تعالی چگونه شما را آفریده است. برای چی به بالای چشمتان قاش داده است؟ برای چی به اطراف چشمتان میجه داده است؟ برای چی دندان داده است؟ برای چی ناخن داده است؟ برای چی انگشت ها داده است؟ فی انفسکم افلا تبصرون، یا مراتب به نفس خودتان نگاه نمیکنید. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان رو در بهترین صورت آفریدیم. طبیب وقتی که کتاب میخواند درباره علمی بدن آدم علمی آموزد، ایمانش به سازنده انسان باید زیاد شود. طبیب حیوان هم، یا اینکه آن آدمی که عالم زئولوژی هست یا بیولوژی هست یا شیمی هست یا فیزیک هست یا گیولوژی هست، وقتی که مخلوقات رو میبینید ببینید الله تعالی چگونه این چیزا رو آفرید. الله تعالی چگونه قدرت عظیم دارد. و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد، هر یک چیزی که در این دنیا میبینید دلالت به یگانگی الله میکند. برگ درختان سبز در نظری هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفتی کردگار. هر چیزی که میبینید در این دنیا شما را دعوت به آن میکند که الله تعالی را بزرگ شمار، سازنده این مخلوقات را.